اون لحظه‌ای که برای اولین بار تیشرت بیرون پوشت رو توی خونه میپوشی، نه مهمونی داری، نه قراری، نه حتی حال بیرون رفتن، فقط پوشیدی که خاک نخوره. پوشیدی چون دیگه برات مهم نیست، دیگه برات خاص نیست. پوشیدی چون دیگه اون آدم سابق نیستی. و همونجا وسط خونه با همون لباس خاص دیروز میفهمی یه دوران تمام شده. دوران دیدن، دل بردن، دل باختن. یه فصل باشکوه که تموم شد. بی صدا، بی خداحافظی. درست مثل همون لباسی که حالا دیگه فقط برای خونه است و اون لحظه پایان یک دوره باشکوه. من محمد مانی عبداللهی و اینجا مونولوگ.